دوستان عزیز السلام علیکم. 8 مارس سال 2026 قرار داریم در دهه چهارباغ ورزوب و شما یک گلور سو نشون میدم که الان خیلی شکل گرفته است. ما باید اینو تابستون میبریدیم ان از اینجا که و ما پنجه میزد، لیکن وقت نبود، نگاه نکردیم. خیلی سرکاری منم که دراز برآمد. اینجا ما در نوده در کار کو درست. برای نوده پیدا کردن یک دو عملیات جراحی است در همین باغداری در گلوس داریده شد. این سویت آریانا بوده است، یک از گلوس های بهترین دنیا و برای ما از اینجا نوده در کار است. برای نوده پیدا کردن چیکار میکنیم؟ این رو ما میبریم، نیست میکنیم این رو و در اینجا حرکت میکنیم نوده پیدا کنیم. این رو بریدیم، یک تا موندیم. برای نوده پیدا کردن چیکار میکنید؟ اره میگیرید، اره باریکتر، ارهتون تازه باشد، اره رو تازه میکنید. اره ما کمتر زنگ زدگی بیاید به قیچی میکنیم. در ما همینجا در کار. برای این چیکار میکنیم؟ همینجا زخمی میکنیم. آن زخمی شد، از اینجا قوت میرود و این نوده میسبزد. با از اینجا در کار برای ما ها هم خیلی زخمی میکنیم. با اینجا زخم میکنیم برای که همین قوت بالا نمیرود و میسته. اگر ما دیزینفکسیون میکردیم بهتر بود. دستا دکترها دستایشون رو با اسپریت تازه میکنن که آنتیسپتیک. انا با بالاشو میبریم. اکنون بهارو میبینیم که یک دو سه چهار تا من کدگی چند تا اینجا ده زده میبروید نوده میکند. من اینجا کردگی بودیم ها با یک دیگه اینجا کنم کنیم. یعنی ما رگی دویدن آبی همین گلاس رو بریدیم تا اینکه این مخچه ها بیدار شود. خدا خواهد این مخچه ها بیدار میشوند و شما تیرمان نشون میتیم که کاری ما چخل شد. من هم دیارین عزیز این بود یکی از شکل های متد چی میشود اصول های پیدا نمودن نوده جراحی کردیم. انم خیلی معقول شدگی باشد که لایک مونید. نتیجهش رو من به شما تابستون نشون میتیم. در پناه خدا باشید.